صدف. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن و تیزتاز. دو چشم از بر سر شد و چشم خون، زیدو دید دهانش جهان تیرگون. نگه کرد با شنگ باهوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. به زور کیانی بیازید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همان سنگ و این سنگ بشکست خورد. فروغ پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ شد از فروغ آذرنگ. نشد مار کشته ولیکن زیراز، پدید آمد آتش از آن سنگ باز. هر آن کس که بر سنگ آهن زدی، از او روشنایی پدید آمدی. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همه کرد و خواند آفرین. که او را فروغ چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. بگفتا فروغ است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. شب آمد برافروخت آتش چو کوه، همان شاه در گردی او با گروه. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صده نام آن جشن فرخنده کرد. ز هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. کز آباد کردن جهان شاد کرد، جهان به نیکی از او یاد کرد. بدان ایزدی فر و جای کیان، ز نخچیر و گور و گوزن ژیان. جدا کرد گاو و خر و گوسفند، به ورز آورید آنچه بود سودمند. جهاندار هوشنگ باهوش گفت، بداریدشان را جدا جفت جفت. و زیشان بورزید و زیشان خورید، همه باج را خویشتن پرورید. ز پویندگان هر که مویش نکوست، بکشت و ز ایشان برآهیخت پوست. چو سنجاب و قاقم چو روباه گرم، چهارم سمور است کز مویش نرم. بدین گونه از شرم پویندگان، بپوشید بالای گویندگان. ببخشید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و جز از نام نیکی نبرد. بس رنج برد اندر آن روزگار، به افسون و اندیشه بیشمار. چو پیش آمدش روزگار بهی، از اون مردری ما تختی مهی. تمام عمر رنج کشید، به افسون و اندیشه، فکر و ذکر و افسون بسیار. افسون که اینجا به معنای فعالیت‌های روانگردانی هم است. ولی وقتی که زندگیش در نتیجه این تلاش‌هایش بهبود پیدا کرد، عمرش تمام شد. چو پیش آمدش روزگاری بهی، از اون مردری ما تختی مهی. وقتی که روزش به بهبود رسید، دیگر تختش میراث شد، میراث دیگران شد. زمانه ندادش زمان درنگ، شد آن شاه به شنگی باهوش و سنگ. نه پیوست خواهد جهان با تو مهر، نه نیز آشکارا نماید چهر. فردوسی هر موضوعی که باشد، در پایان اون موضوع و گذران بودن زمان و گذران بودن دنیا حتما اشاره‌های حکیمانه. البته فردوسی نه از اون مایوسانی هست که زمان را و دنیای گذران را چیزی لاعلاج شمارند و در برابر گذران بودن دنیا و مرگ مثلا یک تسلیم مطلقی را تلقین کنند، بلکه انسان تلاشگر است. خودش هم تلاش ورزد و مخاطبانش رو هم میخواد به تلاش وامی دارد. اما این مانع نمیشود از اون که فردوسی بکوشد تا اینکه به ما را به آن معتقد سازد که همه چیز گذران است و دنیا پر از مصائب است، مصیبت است و برای کسی وفا از او جستن خطا است، یعنی نهایت اون نامعلوم است. آگاه باش از این چیز، آگاه باش. اون چون عمر ناگزیر گذران است، آگاه باشد که گذران است و حد اکثر استفاده رو در مجرای این عمر از او بکنید. البته نه اون استفاده که عاقبتش پشیمانی و زیان باشه، استفاده سودمند، استفاده که باز نتیجه هم دنیایی هم آخرت داشته باشه. و هیچگاه خود رو مثلا مهره دنیا ندانید که ستون مهره پشت فقرات دنیا ندانید که به وجود شما دنیا وجود داشته نمیتواند. این دنیا برای هر یکی ما چندین جانشین دیگر در کمینش دارد که بهتر از ما شاید باشه، خیلی بهتر از ما باشه.
برای همین فرصت رو غنیمت داشتن شرط است. منظور از این تاکید همین است. دیگر اینکه انسان باید که هراسان نشود از این چیز، در برابر مرگ، در برابر نابودی هراسان نبود. هراسان میتوان در برابر چیزی بود که از اون میتوان فرار کرد. چیزی که انسان از اون میتواند فرار کرد، هراسان بودنش از اون چیز یک شرط عقل است، انگیزه سرشتی است. اون هراس شما رو با فرار از اون می‌دارد. ولی اونچه که عمر پایان می‌یابد و ناگزیر هست و هیچ کس استثنا نیست، چیزی نیست که از اون گریز امکان داشته باشد. بنابراین هراس هم، ترس هم از اون معنی نداره. فقط اینکه اون رو به صورت طبیعی باید بسر بود، نه به طور فرجه‌ای، نه به طور بدقصدانه. و از اینها که بگذاریم، فردوسی از پرتریت معنوی برای کیومرث و سیامک و هوشنگ و تحمورث و جمشید و دیگر شاهان میکشد. در عین حال آرمان و گرایش خود فردوسی را نشان میدهد که فردوسی و چیز توجه کرده. مثلا پادشاهی هوشنگ که علاقه سوم شاه است، شاهزاده است، با کارنامه‌هایش در 3 صفحه خلاصه میشه. پادشاهی 40 ساله هوشنگ را فردوسی در 3 صفحه خلاصه میشه. اکنون در این 3 صفحه از هوشنگ چی بنویسد فردوسی؟ اون چی را موعد است بنویسد که وقتی که هوشنگ گفتی از اون چیز یاد نکردن ممکن نیست. یعنی حتما باید که اونجا که یاد هوشنگ رفت از اون چیز صحبت شد. یعنی اون چیز جزء از هوشنگ است، اون چیز نمونه از هوشنگ است. مثل جشن صدر که او بنیاد می‌آورد و همچنین ساختن ابزار کشاورزی، جدا کردن سنگ از آهن، جدا کردن حیوانات اهلی از وحشی و دامپروری رو برای دامپروری و زراعت، کشت و زراعت و جدا کردن موینه ها، لباس چرمی برای از موینه و پوست حیوان. یعنی فردوسی بیشتر مایل است که نگفته است که هوشنگ خیز فلان روز رفت و فلان پهلوان کشته گرفت و فلان محبوبش عشق بازی کرد، فلان روز فلان کار دیگر کرد و فلان کس بحث کرد و رو در بحث مغلوب کرد یا فلان روز خیر شکار کرد. اینا چیزایی هستن که بعد درباره آدمای خرد ریزه بعدی بسیار میگوید، ولی فرصت نیست. باید کوتاه مهمترین چیز در شاهنامه گفته شده و کوتاه چرا میگوید اون چیزایی که اینجا برشون. یعنی مهمترین کارهای هوشنگ از نظر فردوسی چی است؟ در مجموع چی است؟ تمدن سازی. الان ما میگیم ملت تمدن سازی، ما تمدن آفرینی. انا همین تمدن آفرین چی است؟ انا همین خیلی کارا میکنه. اینها در نظر حاضر ساده و عادی هستند، ولی نخستین تیشه رو ساختن، نخستین اره رو ساختن. این مانندی پرواز به کیهان یا نخستین کشفیات. امروز برای آن که شما فهمید که اسطوره ها چه اهمیت دارن و از آنها چگونه ملت ها استفاده میکنن، چگونه برای خودشان هویت جهانی میسازن، انا همین اسطوره آتش و مقایسه اون با اسطوره آتش پرومته خیلی چیز مناسب است. پرومته کی است؟ آتش پرومته کدام است؟ پرومته این نیمه خدایی است که دلش با آدمان میسوزد و آتش رو از دست آنها میدزدد و با آدمان ارمغان میآورد. بعد زیوس خشم میگیرد و با گیفیس خدای آتش امر میکنه که جزای این رو بده. بعد اون جزای پرومته رو چنین میدهد که او رو به کوههای شمال قفقاز البرز و درغه میکنه. در آنجا در کوهها زنجیربند میکنه، در ما ضحاک زنجیربند است، زنجیربند میکند و این چیز رو بعد اسخیل در درامای پرومته زنجیربند پریکوان پرومته نقل میکند، زنجیربند میکند و حکم میشود که یک کرگس، یک خوب کرگس، بعضا در شاهنامه با هم میاد یک چیز در نظر داشت، حرام خور نیم و او امر میشود که هر روز میفروید از سینه پرومته زنجیربند رو اون خوب میکند و پاره جگر او رو میخورد و این کارش تا شام دوام میکنه. چون شام فرا میرسد میپرد میرود اون خوب و باز تا سحر جگر پرومته میسبزد و باز سحر آمده باز میکنه تکرار. یعنی جزای گشنشینی برای اون که به اجازت خدایان آتش رو به انسان ها هدیه نیمه خدا. خب بعد گیرک اینو خود رو به تیر میزنه نفسونه. این اسطوره محض است. این کشف آتشی و پیندار یونانی است و با افتخار این پرومته چیکار کردن؟ البته قله اولیمپ رو، یک کوهی باز اسطوره‌ای را در روم به نام پرومته به نام اولیمپ مخصوص کردن
و در آنجا آتش المپ رو پرورش میکنه و در مسابقات ورزشی جهان خیلی که میروند از جای مقدس آب میبرند، از زمزم آب میارن مسلمانان، از اون منبع آتش پرمتیکی المپس، آتش المپس رفته مشعلها رو ورزشکارای تمام جهان روشن کرده و کشورهایشان میبرن. انا فرهنگ حکیم از یک افسانه خود برای همه شما دین میسازن، قریب مثل دین اون رو مقدس میکنن، آتش مقدس سازش، اونم یک نیمه خدا به دست میاره. خب چی خدا است که مردم رو برای یک وسیله امکان گرفتنش جزا میده؟ انا که ایران روشن رو بین و کشف همین همین پدیده رو در تمدن ایرانی ببینید. و چی اساطیر است؟ چیزی است که عقل باورش میکنه، 100% امکان داره. یک کس نگاه کنید، حالا خود هوشنگ که آهن رو از سنگ جدا کرده بود، وقتی بر جنگ مار میرود، وقتی مار اتفاق میافتد، نیزه ندارد، تیر ندارد طرفی واندازه، یا سنگ گریز طرفش اندازه، نه نیزه، نه خنجر، نه تیر و کمان. یعنی از همینجا معلوم میشه که هوشنگ هنوز پیش از اون که این آتش رو کشف کند، پیش از این نبود است که آهن را از سنگ جدا کرده. بعد از سنگ میاندازد، آتش پیدا میشه. آتش در چی پیدا میشود؟ در مقابل نیروی اهریمنی پیدا میشود و این آتش رو خود روشن که با سعی خودش، با تلاش به دست آورده، با سعی حاصل کرده است، این رو فروغ ایزدی مینامد. برعکس این رو نور خدایی، هدیه ایزدی مینامد. نه اینکه خدا، او چه خدا است که با بندگانش خشم گرفته آنها رو تعقیب کند یا باید کشد عذاب زیاد؟ فرهنگ ایران این آتش رو باید پرورش کرد. این آتش رو باید نماد رمزی مسابقات قهرمانی خودمان کنیم از جای اون. حکمت این بالاتر است و مراتب بالاتر است. باز از هوشنگ چیزهایی که یاد میکنه همه جزءهای از تمدن هستند و یک اشاره که اینجا میکنه حکیم فردوسی در این داستان همچنین آتش هوشنگ رو از آتش پرستی جدا میکنه. نیا را همی بود آیین و کش، پرستیدن ایزدی بود پیش، و از آنگه بودی آتش خوب رنگ، شمر تازیان راست محراب سنگ، و سنگ اندر آتش از او شد پدید، که از او روشنی در جهان گسترید. یعنی با اون جهت محترم و مقدس داشته میشد که از اون نور سازه میشود، روشنایی در مقابل تاریکی. شما میدونید که در آیین اوستایی دو نیروی با هم در ستیز هستند، نیروی شریر و نیروی خیر، که نماد نیروی شریر تاریکی و سیاهی است، نماد نیروی خیر سپیدی و نور روشنایی. انا همین است و میگوید اون گونه که تازیان عرب ها سنگ رو مقدس میدارن، یعنی خود سنگ رو نمیپرست، سنگ کعبه رو نمیپرستن مثل بود، بلکه رو وسیله قربت، تقرب و ذات الهی و آفریدگار اونس میدونن. و در نهایت میگوید بسی رنج بردم در آن روزگار، و افسون و اندیشه بیشمار، چه پیش آمدش روزگار بیهی، از او مردری ماند تختی مهی، زمانه ندادش زمان درنگ، شدان شاه روشنگی باش زد، نه پیوست خواهر جان با تو مهر، نه نیست آشکارا نمایند چهر.